talk it. Walk it like I talk it. Yeah. Take my shoes and walk a mile, something that you can't do. کنیچیوا، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل آهنگر. خب امروز اومدیم چی کار کنیم؟ شاید از اینترو ویدیو فهمیدید که چه خبره، یعنی مطمئن نفهمیدید، آخه غیر ممکنه. و امروز اومدیم ما کاسپلی چینسامن رو انجام میدیم که اینجا دو تا تمپلیت یا به اصطلاح دو تا نقشه وجود داره که لینک اونا رو داخل دیسکریپشن میذارم یا اون پایین، اونجا میتونید بردارید. دوستتون دارم رفقا، یادتون نره لایک و کامنت و ساب، با اینجور کاره که میتونید ما رو حمایت کنید، تصدوس دل ما رو نشکنید. بهترین چیز گرفتن یه دونه چی میگن ایده است، یعنی شما در این حالی که داری رو نقشه میسازی ببینی که چی داری میسازی. که من حالا مانگاشو داشتم، مانگا رو خوندیم و شروع کردیم. و این نقشه ما که از چنل اسکیس، از این چنل یوتیوب دیگه من اینو آوردم، یعنی حتی خیلی خوبه. که موارد لازم فوم کاتر، بعد که فوم کاتر اول تمپلیت ها رو کات میکنید که بتونید با اینا، یعنی اینا رو روی فوم بکشید و وقتی که کشیدید با کاتر اینجوری که میبینید اول فوم اول کارتون ها میاد، اینا میشن یه جورایی نمونه. بعد فوم هایی که نسبت به اونا کار کردیم و همین کاری که انجام میدید میچسبونیدش اون تد. ببینید حتی نوشته این گوشه به اون گوشه، میبینید اون ایجاز کرد، اینجا میزنید اونجا، روخ کار رو میبینیم اینجا. بعد از چسبوندن چند تا قطعه، یعنی چند تا جز از پازلمون، خیلی پازلیه دیگه، پازلمون این به وجود میاد، قسمت بالایی ناقص کار. خب اینجا چی کار میکنیم؟ من از یه دونه سیم برق فلان استفاده کردم که ایده گرفتم، یعنی همینجوری داشتم تو خیابون راه میرفتم، گفتم چیکار کنیم دندون کاراکتر رو بسازیم، سخته فلان، هزار تا. ببین متریال ها زیاده، ولی خب من دوست دارم اصلا متریال ها من یه چیزایی باشه که دم دستی و ارزونه. من این چیزا رو استفاده کردیم، به اصطلاح سیمو. این حتی میتونید از لوله گاز و سیم لوله شیلنگ هم استفاده کنید، خیلی تکسچر جالبی میده که دندونای تیز و کوچیک و درشتی میده که وقتی هم که رنگش میکنی خیلی قشنگتر میشه. و بعد بریم جلوتر حتی رنگ شدهش هم ببینید. بعد از چسبوندن قسمت پایینی و بالایی و چسبوندن دندون ها بهش، باعث میشه همین خودش گیر بکنه، یعنی قسمت پایین و بالا اصلا گیر کنه و اوکی بشه. اینجا هم یه دونه فوم نرم 2 میل استفاده کردم واسه پوشوندن اون قسمت هایی که از به اصطلاح کاراکتر معلوم بود از هدش. اومدم اون کارو کردم که سر خودم و به اصطلاح اونش میدونید انسان، حالا خیلی نور بده میدونید آدم چجور اختلال اعصاب میگیره؟ اینکه شما میای یه اینجور چیز خفنی درست میکنی، نگاش کنیم. این دیگه ماسک چینسامنه که به اینجا رسیده، کامله، ماسک کامله، فقط چی مونده؟ اره روی سرش مونده، این مونده که خیلی آسونه، خیلی آسونه. فقط باید 100 تا از این دونا کات کنم که نیفته چیزی، 100 تا از این دونا باید کات کنم. فکر کنه اینو باید تبدیل به این کنی 100 تا، اوکی ها. بعد یه چیز دیگه اینجوری میمونه که باید از این 50 تا از این دراری. چه خبره؟ نخواستیم. بعد میام این کارا رو میکنم، حمایت هم نمی کنید. حضرت داوسی حقه؟ این حقه؟ حقه؟ یا بگم چینسامن بیا براتون؟ ها؟ چه روخی داره. دندونا رو دریابید. خب
خب اینجا اومدم از یه دونه چوب استفاده کردم که باش نقشه ها رو بکشم و بتونم راحت تر کات کنم. اینجا میریم به دنبال قسمت دسته اری، دستای اری که از یه چیزی 1 متری استفاده کردم. خیلی جواب. امروز یه حرکت زدم، خودم اصلا عاشق خودم شدم. خیلی خفنم من. اومدم به جای سخت کار کردن درست کار کردن رو انتخاب کردم. و چی بود؟ آقا ما یه دونه از اینا یه موتور سیمپیچ داریم. این سیمپیچ ها خب میچرخه مثلا آلمیچر بزرگه. پس من در فکر فرو رفتم. من نیاز به سوهان دستی داشتم، اونا که برقیه که دیگه پوستم نکنه که بخوام همه اینا رو با دست انجام بدم. پس منم چی کار کردم؟ آلمیچر رو آوردم، سوهان رو زدیم، بعد فیوز رو اوکی کردیم، سیم رو اوکی کردیم، همه اینا رو اوکی کردیم و در آخر تازه بیا قدرت خدا رو ببینید تو رو قرآن. برای سفارشات آلمیچرهای دستی این که اینجوری به دست میاد خیلی ارزونه، دایرکت Veterans Day, and we know that the service that the men and women of our armed forces have given for this country, I don't know if we can ever repay the debt, but when a lot of them come back, they need some help, and that's why there are certain projects. عالیه. اینها فقط برای یه دستش بود که نگاه کردید. الان 2 تا قسمت رو میاریم، اینو میاریم، چسب رو میاریم و چقدر خوب شد این به اصطلاح تیغای اره‌ای که حالا با رنگامیزی و یه سری افکت‌های قشنگ خیلی میتونه بهتر و خوشگل‌تر خودش رو نشون بده. 2 تاش انجام دادیم کنار درگون اسرائیل. خب وقت رنگا بشه، رنگا رو بیارید. رنگا رو میداریم. انتخاب رنگ ها همیشه مهمه. رنگا چیز. خب واسه این که رنگ میخوام بزنم یه قسمتاش مثلا الان سفید زدیم که کامل سفید بشه. یه سری قسمت ها از کار هست من میخواستم افکت زنجیر بدم. میبینید اون قسمت های زنجیری رو اینجا میارم توی حیات خلوت، اونا رو میذاریم روی دونه جایی که ارتفاع باشه، چون دیگه اینا رو نمیتونی به یه چیزی بچسبونی. اینم رخ کار ببینید، گناه نور استفاده کنم ولی هیچ کمکی هم مشکی. اون قسمت ها رو میبینید رنگامیزی ریزی زدیم. اگه دوست دارید جزئیات کار رو بیشتر بدونید حتما بگید. اینم آخر کاره که کار ما کاملا درست شده و میتونید همینجا ببینید. تو داخل چنل یعنی داخل اینستاگرام، پیج اینستاگرام و ویدیوهای بیشتری در این باره گذاشتیم. اگر هم جزئیات بیشتر خواستید به هم بگید، چون که مثلا من میگم تایم ویدیو رو نبرین بالا، به خاطر همین جزئیات ویدیو رو میونی پایین. و پرونده چینسو من بس شد. دوستتون دارم رفقا. یادتون نره لایک و کامنت و ساب. با اینجور کاره که میتونید ما رو حمایت کنید از تواسی. دل ما رو نشکنید. مراقب خودتون باشید. دوستتون دارم شدید. به مدت مجید. سایونارا. چشا به سمت آسمون، تو فکر این که چی میشد